қироати шоасари аллома бобоҷон ғафуров, тоҷикон. таърихи қадим, асри миёна ва давраи нав. гуфтори 101. اثری تاجیکان شعله‌ای بود که به صحیفه‌های تاریک و فراموش‌گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته پدیده‌های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. حیات تاجیکان در امارت بخارا و دولت خانی خوقند از میانه‌های عصر 18 تا میانه‌های عصر 19. چارواداری تقریباً در تمام ولایت‌های امارت بخارا ترقی می‌کرد و خصوصیتی واضحی اکستنسیوی داشت. مردم وادی نشین از چارواداری دیده بیشتر به زراعتکاری مشغول بودند. به استثنای آدمان دولتمند، هر یک خواجگی یک دو سر چاروا داشت. آن هم اکثراً از گاو و برزگاو و خیلی کم از بوز و گوسفند عبارت بود. در خواجگی تاجیکان کوهستان و پامیر چارواداری موقعی درجه اول را اشغال می نمود و از جهت اهمیت خود با زراعتکاری که با آن رابطه عضوی داشت کاملا هموزن بود. بی پارو حاصل خیلی کم می روید. بی چاروا کارهای خواجگی قشلاق انجام نمی یافت و به مردم خوراک و پوشاک مهیا می کرد. از این جهت هم گاو در جای اول می ایستاد و گوسفند و بوز مطابقاً جایهای دوم و سوم را اشغال می نمود. چون در فصل زمستانی دور و دراز کوهستان آماده ساختنی خوراک چاروا به سر هر آخر با دشواری های زیاد میسر می گردید، مقداری رمه‌ها محدود بود. چارواداری طایفه های نیم کوچنشین و علل خصوص کوچی خصوصیت دیگر داشت. رمه‌ها و همراه آنها احاری یا خود یک قسمی آن گاها فقط چوپانها از یک چراگاه به چراگاه دیگر می گذشتند. دوره در چراگاه نگاه داشتن چاروا خیلی مرکب و طولانی بود. چرانیدن رمه مهارتی کلان، دانستن چاروا و چراگاه جسارت و مردانگی را طلب می کرد. بی سبب نیست که درباره ترک های قرلوق همچون گوسفند پرورانی ماهری شهرت یافته در بین خلق می گفتند قرلوق زبان گوسفند را می داند یا که قرلوق مادری گوسفند است. قنقرات ها در شتر پروری و لقای ها در اسب پروری مشهور بودند. قرغیز ها را به سزا چاروادارانی ممتاز می دانستند، اما مقدار چاروای آنها بسیار نبود. هر یک خاندان قرغیزهای جنوبی به حساب میانه 1.8 سری گاو، 3.1 سری اسب و 12.8 سری گوسفند داشت. چاروای قسمی اساسی احاری عملاً از این هم کمتر بود، زیرا دولتمندان چندین هزار سری چاروا را صاحبی می کردند. مثلا در بین قرلوق ها کسانی بودند که هر یکی 20-25 هزار سر گوسفند داشت. مقداری گاو و گوسفند چارواداران کمبغل به درجه کم بود که برای تا آخری سال تأمین کردن خوراک خانواده اشان نمی رسید. جود یعنی در نتیجه یخ بستنی چراگاه و از حد زیاد باریدن برف سراسر تلف شدن چاروا باز یک بلای دهشت انگیزی بود. اهالی شهر در برابر کسب و هنر و تجارت و زمین کاری هم مشغول می شد. ردلوف درباره سمرقند از روی تأثیرات سال 1868 حتی نوشته بود: سمرقندی ها به صناعت کم شغل دارند. در اینجا همگی چند فابریکه بافندگی هست و خلاص. مشغولیت اساسی اهالی باغداری
استئصال ابریشم و پخته است. در نوبت خود در دیهات استئصالات هنرمندی ترقی کرده بود. چنانچه برنشف سال 1795 خبر داده بود که اهالی دیهاتی بخارا مثل شهریان به کسب بافندگی مشغولند و آنها نیز نه در بنای مخصوص بلکه در خانه خود کار می کنند. اندکی پیشتر سال 1781 بیکچورین نوشته بود که در بخارا فابریکه های نامی وجود ندارد، فقط فابریکه های خردی متاهای ابریشم و پختگی آدمان صاحب اختیار موجودند. اکثرا در خانه های خود چیت و خام صوف می بافتند. موافق اخبار سیاحان کسب و هنر دیهات به درجه کافی رواج یافته بود، اما درجه ترقیات و تکاملات تکنیکی کسب و هنری شهر بلندتر بود. سیاحان عصر 19 اکثر وقت سویه پستی انکشاف استئصالات هنرمندی را تاکید کردند. این حالت از آن وجه روی داده است که مشاهدان آن وقته به واقعیت آسیای میانه به واسطه منشور صناعت فابریکی و زبادی روس و یا اروپای غربی نظر افکندند. لیکن در واقع استئصالات هنرمندی چنان که از اخبار آنها سندها و مدرک‌های اتنوگرافی معلوم می شود به درجه بلندی ترقیات رسیده بود. پیش از همه بخارا، تاشکند، قرشی، سمرقند، شهرسبز، خوقند، خوجند و اوراتپه برین شهرهای کلان مرکز کسب و هنر به شمار می رفتند. از روی حساب سوخریوه در بخارا 75-90 هزار کس، یعنی بیشتر از 3/1 تمامی اهالی شهرنشین امارت زندگانی می کرد. بر طبق مشاهده خنیکف در سال 1841 تاجیکان نفوس اساسی شهر بخارا را تشکیل می دادند. موافق حساب تخمینی میندورف در سال 1820 آنها به مقداری از 4/3 حصه تعداد عمومی اهالی پایتخت امارت بودند. این سیاح اساساً به کسب و هنر مشغول شدن تاجیکان را خاطر نشان کرده به صفت کاربری و همچنین به ترقیات عمومی پیش از همه ترقیات مدنی آنها بهای بلندی داده است. چنانکه میگوید تاجیکان کارگر و مهنت دوستند و به پیشه های گوناگون قابلیت زیادی دارند. آنها هم تاجر، هم هنرمند و هم دهقانند. حیات بادیه نشینی برایشان یگان فرهمندی نمی بخشد. اکثر آنها خوانده و نوشته می توانند و به استثنای روحانیان قسمت مدنیتری اهالی بخارا را تشکیل می کنند. استئصالات هنرمندی در حیات اقتصادی امارت رول مهم می بازید. اکثر اهالی شهر از کاسبان و هنرمندان عبارت بود. در بخارا تقریباً 10-15 هزار پیشوران میزیستند که با خانواده خود قریب 4/1 اهالی شهر را تشکیل می دادند. کسب و هنر اختصاصهای زیادی را فرا می گرفت. سوخریوه که کسب و هنری بخارای عصر 19 ابتدای عصر 20 را تدقیق کرده بود، مدرک‌های خیلی جالب جمع نموده است. جزئیات مسئله را به رساله او حواله کرده فقط تقسیم و گروه بندی های زیرین را خاطر نشان می نماییم. قریب 100 پیشه جداگانه وجود داشت که در ساحه های زیرین گرد آمده بوده است. ساخت و پرداخت فلوزات، کارکرد لیف، بناکاری، دباغی، لباسدوزی، طباخی، دیگر کسب و کار و مشغولیت های تیار کردن اشیای روزگار. هر یک ساحه در نوبت خود به بسیار گروه و نوعهای کسب جدا می شد. چنانچه ساخت و پرداخت فلوزات به 5 گروه تقسیم گردیده بود: آهنگری، دیگریزی، مسگری، ریختگری، زرگری. در عین زمان خود یک گروه آهنگری چنین پیشوران را در بر می گرفت: چیلانگر، نعلگر، قفلساز، کاردگر، سوزنگر، میخچگر. این قبیل تقسیم و گروه بندی های زیادی در دیگر ساحه های کسب و هنر نیز وجود داشت.
مدرک‌های ارخیوی و اتنوگرافی راجع به کسب و هنرهای مردم خوجند و اوراتیپی عصر 19 ابتدای عصر 20 مورد مطالعه و بررسی متخصصان قرار گرفتند. از همراه شدن بررسی دیری نگذشته اهالی شهر خوجند به 20,000 نفر نزدیک رسید. پیشوران با خانواده های خود قسمی مهمی اهالی شهر ظاهراً چنان که در شهر بخارا مشاهده می شد تخمیناً 4/1 اهالی شهر را تشکیل می کردند. زیاده از 100 نوع استحصالات هنرمندی وجود داشت. از آن بین کسب بافندگی رونق بیشتری پیدا کرده بود. خوجند در قطار بخارا و خوقند یکی از مهمترین مرکزهای استحصالات بافندگی آسیای میانه حساب می یافت. این خصوصیت اقتصادیات خوجند خیلی بر وقت به ظهور آمده بود. به هر حال در مقاله به امضای راجع به وضعیت کنونی بعضی ولایت و شهرهای آسیای میانه سال 1826 گفته می شود که اهالی خوقند و خوجند به روسیه و پتروپاولفسک بسیار پخته، ابریشم، محصولات و متاعهای ابریشمی و پختگی از جمله جامه می آرند. کلالی در استحصالات هنرمندی خوجند نظر به بخارا موقعی مهمتری داشت. در شهر اوراتیپه از 1041 دکان کاسبان 187 تاش در دهه های کلان واقع گردیده همه باقی ماندهش در شهر جای گرفته بود. این شهر با استحصال لوازمات پشمی، کارد و استوره پاکو شهرت پیدا کرده مصنوعات آن نه فقط احتیاجات داخلی را قانع می گردانید بلکه به بیرون هم صادر کرده می شد. در تاشکند که از جهت نفوس به بخارا نزدیک می شد مشغولیت اساسی اهالی از زراعت و تجارت عبارت بود. وزن نسبی کسب و هنر نظر به بخارا کمتر بود ولی به هر حال محصولات گوناگون تهیه می گردید. بیش از همه کسب بافندگی و استحصالات چویندریزی رواج داشت. تجهیزات تکنیکی استحصالات هنرمندی نسبتاً پست و نهایت درجه کهنه و عنعنوی بود. کسادی تکنیک جهت‌های خاصی طرزی استحصالات فئودالیست چنان که لنین اشاره کرده بود. قانون اصولهای استحصالات پیش از کپیتالیسم به اندازه پیشتره در اساس پیشتره تکرار کردن پروسس استحصالات است. خواجگی ناتورالی دهقانان استحصالات کسبی صناعتچیان از همین قبیل است. استحصالات بافندگی بیشتر ترقی کرده بود و در آنجا یک درجه میخانیکانی مهنت چرخی پایکی دستگاهی بافندگی به کار برده می شد. بی سبب نیست که محض استحصال متاع ساحه اساسی صناعت فئودالی گردید که با بازارگیری محصولات و بعدتر با وسعت حجم کارگاه های خود تفاوت می کرد. هنرمندان آسیای میانه در تیار کردن مصنوعات زرگری، کلالی، حکاکی و غیره مهارت کامل پیدا کرده بودند. مواد خام را برای استحصالات هنرمندی از خواجگی قشلاق و هم از استخراج معدن به دست می آوردند. مشاهدان روس اکثر وقت به وضع استخراج معدن تماماً بهای منفی می دادند. میندورف، خرونشی، پتانین، نیبلسین و دیگران. بسیار فلزات از جمله آهن، طلا، نقره و غیره در حقیقت از روسیه کشانده می شد. با وجود این در آسیای میانه استخراج معدن کم نبود ولی به سبب هنوز در حالت ابتدایی واقع گردیدن طریق استخراج و خیلی افزون بودن طلبات احتیاج کشور را تماما رفع کردن نمی توانست. مقدار زیادی طلا در بخارای شرقی با اصول زرشویی حاصل کرده می شد. در کوههای حصار، پامیر، درونج و دیگر محلها معدن آهن، در کوه تنگ، کوهسار فرغانه و ورزاب، سرب، قرغاشین استخراج می کردند. در فرغانه همچنین کان نقره موجود بود.
در همه جا نمک حاصل کرده می شد. آن را هم به شکل درده، مثلا در ناحیه قمیشقرغان ریون حاضره اشت در جنوب تاجیکستان، و هم به شکل نمک سنگ کانهای مشهوری نمکی رنگینی کوههای غزار، نمکی کوهی خواجه مومینی نزدیکی کولاب و غیره به دست می آوردند. برای تیار کردن باروت از شوره، سیلیتره و گوگرد که در محلهای گوناگون کانهای خود را داشتند استفاده برده می شد. در کوهستان بدخشان و فرغانه هر گونه جواهرات و سنگهای قیمتبها از قبیل لعل و یاقوت، فیروزه، سنگ لاجورد و امثال اینها به دست آورده می شدند. جنبستی همه مدرک های موجوده راجع به صناعت معدن پیشرفت معینی را در استخراج ثروت زیرزمینی عصر 19 مورد تدقیق نشان می دهد. در این پیشرفت غیر از سبب‌های عمومی در جستجوی کانها اشتراک نمودن انجینرهای معدنشناسی روس که با دعوت حکمرانان دولت‌های خانی به آسیای میانه آمده بودند، همچنین همان روس‌هایی که خواه و ناخواه در این سرزمین اقامت داشتند نیز رالی معینی بازید. تدقیق سرچشمه ها نشان می دهد که ناحیه های جداگانه کاری پرمحصول صناعت معدن به تشکل شروع نمودند. فرغانه با کوههای اطراف خود که کانهای طلا، نقره، سرب، آهن، میس، نفت، همچنین نمک و سنگهای قیمتبها داشتند، یکی از همین قبیل ناحیه ها به شمار می رفت. دیگر از چنین ناحیه ها در سمت مقابل انتهای غربی آسیای میانه جزیره چیلکان بود. جمعیت های پیشوران، سیخ ها، کارگاه های پیشوران به وجود آمده بودند. مارکس و انگلس در ایدئولوژی نیمیس و جمعیت های پیشوران عصر میانه اروپای غربی از جمله چنین توصیفات دادند: تقسیم مهنت در شهرها بین جمعیت‌های پیشوران جداگانه حالا کاملا ابتدایی بود و در داخل خود جمعیت‌ها هم بین کارگران جداگانه تماما گذرانیده نمی‌شد. هر یک کارگر میبایست چند کار را بداند. از عهده هر کاری که با اسباب و ابزارش کردن لازم باشد برآمده تواند. محدودیت تجارت و رابطه سستی بین همدیگری شهرهای جداگانه، بینوایی اهالی و کمی طلبات به تقسیم من بعده مهنت ممانعت می کردند. بنابراین هر کسی که استا شدن می خواست می بایست کسب خود را به حد اعلا از خود می کرد. این توصیفات را کاملا به آسیای میانه هم نسبت دادن ممکن است. این امکان می دهد که ماهیت جمعیت های پیشوران آسیای میانگی با وجود تفاوتشان از جمعیت های اروپای غربی همچنین خصوصیت محدودی تخصص های کاسبان و هنرمندان عمیق‌تر درک کرده شود. در دایره جمعیت پیشوران چند نوع یچیکه ابتدایی وجود داشت. عادی ترین آن حوزه لیف بافان بود که در آن موقع اساسی را شکل جماعتی خانوادگی تشکیل استحصالات اشغال می نمود، اما جمعیت نبود. در دیگر ساحه ها اصول دو عضو استا شاگرد یا خود سه عضوی تشکیل کار استا خلیفه استا شاگرد موجود بود. شاگرد اولها فقط خوراک می گرفت، بعدتر اندک مزد هم می گرفتگی شد. اصلا اصول شاگردی یکی از طرزهای استثمار به شمار می رفت. پیدایش اصول سه عضو اکثرا در استحصالات بیشتر رواج یافته بافندگی، کفش دوزی، چویندریزی از وسعت زیادی استحصالات مالی شهادت می داد. درجه باز هم بلندتری ترقیات آن از موجودیت نخستین پدیده های کارگاه پراکنده صناعتی و افزایش مقداری مردکاران نیز عیان می گردد. در دولت خانی خوقند در عرفه همراه شدن به روسیه قورخانه دولتی با ملتخانه و توپخانه‌اش وجود داشت. استاهای یراقساز، مزد و خوراکواری، نان، گوشت،
چای و غیره می گرفتند. بعضاً از اندازی زمین هم آزاد می شدند. شاید این یکی از شکل‌های علاوگی مزد مهنت آنها بود. درباره کارگاه پراکنده صناعتی یک سلسله معلومات در دست داریم. چنانچه پاشینو سال 1866 نوشته بود که در استحصالات بافندگی مثلا یک خوجین به خانواده های شناسش به یکی تازه کردنی پخته، به دیگری نخریسی، به سومی بافندگی، به چهارمی رنگریزی و امثال این را تقسیم کرده می دهد که در این صورت به وی نه ساختن بینای کارگاه، نه خریدنی دستگاه و نه دادنی مزدی وقتی بیکارنشینی کارگر لازم نمی آید. و باز در اینجا هم مثل رسیه ما قسمت زیادی زحمت به ذمه زنان و نورسان می افتد که آنها با تازه کردن پخته، ریسیدن نخ، بنایچه پیشانیدن ریسمان و غیره مشغولند. به قول نیبلسین اگر در بخارا یگان چیزی فبریکه مانند وجود داشته باشد، پس این مؤسسه هایی است که به متاع گلهای قالبی می پرتایند. هم به بافندگان کلابه و هم به خیاطه ها برای دوختن جامه های بریده را تقسیم کرده می دهند. مقداری مؤسسه های کلان از میانه های عصر 18 خیلی افزود. نیکلای گریگوریوی یونانی که مدتی زیادی در بخارا زیسته است، دایر به میانه های این عصر چنین خاطر نشان می نماید. فابریکه منوفکتوری فقط یکی است که ماری همان رحیم بیک رحیم بی می باشد و آن هم نه آنقدر کلان بوده شاهواری و مخمل استحصال می کند. در سالهای 60 عصر 19 وضعیت به کلی تغییر یافت. گروهی صاحبان دولتمندی کارگاه‌های هنرمندی پیدا شدند که ثروت زیادی را به دست خود جمع نمودند. قسمتی کاسبان عادی تماما دیگر بود. کارگری بافنده می نویسد گریبیانکین از ساعتهای 34 تا نصف شب و تا نماز شام نخ به نخ کار خود را اجرا می کند. روزی نه بیشتر از 1 ساعت دم می گیرد. مناسبت های اجتماعی در استحصالات هنرمندی همان فیادلی بود. چنان که در بالا گفته شد شاگرد همیشه مورد استثمار قرار می گرفت و از آن که شاگرد اکثر وقت پسر و یا خیش خوجین بود و در خانه وی می خورد و می زیست، حالش بهتر نمی شد. خلیفه هنگامی در آمدن به کار از خوجین مبلغ زیاد بونک می گرفت و در صورتی ترک کردن کار می بایست آن را برگرداند. از بس که این در عمل از امکان بیرون بود، خلیفه تا آخر پابند خوجین شده می ماند. عموماً سرمایه فایده خوری موقعی کلان را اشغال می کرد. سودخورها از 1000 تنگه هر ماه 20 تنگه می گرفتند و در یک سال ستانیدن قریب 25% یعنی 250 سوم فایده امری طبیعی حساب می یافت. اکثرا حق قرض از این هم زیاده تر می شد. چنانچه که صدرالدین عینی شهادت می دهد در آن وقتها در دیهات سودخوران زمیندار به دهقانان کمبغل هر 100 تنگه را هر ماه تا به 10 تنگه به فایده می ماندند. بسیار واقع می شد که قرضدار در وقتش حق قرض و یا تمام قرض را ادا کردن نمی توانست و سودخور به عوض آن با زور دخترانی او را می گرفت. این بود که مردم نسبت به سودخوران نفرت می پروریدند. چنان که مارکس خاطر نشان می نماید، سرمایه فایده خوری استحصالات را به حالت فلاکتبار رسانیده و جای اینکه قوه های استحصال کننده را ترقی دهد آنها را فلج می کند. در عین زمان شرایط ناچیز جمعیتی را ابدی می گرداند که در آن حاصلناکی جمعیتی مهنت مثل استحصالات کپیتالیستی از حساب خود مهنت نمی افزاید. کاسبان و هنرمندان در سیستم مناسبت‌های اجتماعی و اقتصادی دوره مورد تدقیق ما مقابل فیادلان قرار گرفته بودند. در عین زمان مبارزه صنفی در داخل طبقه هنرمندان هم دوام می کرد و شکل‌های شدیدتری
از قبیل کارپرتایی شاگردان و خلیفه ها را به خود می گرفت. پیشوران در شهرها گروه گروه جایگیر می شدند، چنانکه اهل هر کسب با همکسبان خود در یک محله ساکن می گردید. مثلا در شهر بخارا بافندگان 2 محل را مسکن نموده، آهنگران و چیلانگران نیز در 2 محله و ریختگران در یک محله جای گرفته بودند. در شهر خوجند بافندگان در محله های رزاق و سری بلند قسم شرقی قلعه نو و آهنگران در 3 محل اقامت می کردند. پیشوران تاشکند هم از روی کسب و حرفه اشان محل سکونت خود را مقرر کرده بودند. چنانچه که انگلز در خصوص شهرهای عصر میانگی نوشته بود، در پس آن دیوارها و خندقها کسب و هنری عصرهای میانه انکشاف می‌یافت. درست است که وی با روحی سیخی بریوگیری خیلی آغشته و محدود بود. سرمایه های نخستین جمع می شدند، احتیاجی با هم و دیگران خرید و فروش کردن شهرها به وجود می آمد. حیات تاجیکان در امارت بخارا و دولت خانی خوقند از میانه های عصر 18 تا میانه های عصر 19. خانیکف تأکید می کند که بخارا، سمرقند و قرشی مرکزهای اساسی تجارت امارت بخارا محسوب می یافتند. بر ردیف این مرکزها شهری سبز و در بخارای شرقی حصار و کولاب را نیز باید داخل نمود. در دولت خانی خوقند کلانترین مرکزهای تجارت خوقند، تاشکند، مرغیلان، اندیجان، نمنگان، اوش، اوراتیپه به شمار می رفتند. آن وقت پراتسیسی از صناعت جدا شدن تجارت حالا به انجام نرسیده بود. دکان در یک وقت وظیفه های هم فروشگاه و هم کارگاه کاسبان را ادا می کرد، زیرا در آسیای میانه نیز مانند کشورهای عصر میانگی اروپا کاسبان و هنرمندان آن وقتها در عین حال تاجر هم بودند. шумо гуфтори 101-ро аз китоби аллома бобоҷон ғафуров тоҷикон шунидед. абдурашид хоҷамқуловхон, коргардон Шералӣ Навзалӣ.